درباره پسرها هم باید بدانید. همیشه میگویند پسران خیانت میکنند. همیشه میگویند پسران با دختران سر و کار میگیرند. همیشه میگویند پسران فقط از خاطر هوس با دخترانند. ولی خدا از دل پسران با خبر است. دختران، میخواهم یک روزی رو برایتون بگویم، ولی لطفاً برمالایش نکنید. پسران برای اولین بار عاشق میشوند و بس دیگر رنگ عشق را نمیبینند. چو کسی نیست تا آخر با آنها بماند، چو خیانت میبینند، چو میفهمند خیانت چه درد دارد. حالا حرفایم طولانی شد، یک روز دیگری برایتان بگویم. شما که هرگاه خواستید می توانید از پدر و مادر خبر بگیرید. اما قسمت زیادی پسرها همین که مکتب به اتمام رسید برای پیدا کردن یک لقمه نان از پدر و مادر برای مدت‌های طولانی جدا می شوند. می دانید چه سختی هایی می کشند در غریبی. حتی بعضی هایشان به دیدار مادر و پدر نرسیده از دنیا می گذرند و بعضی هایشان ناپدید می گردند. اگر شما ناراحت می شوید می روید بغل مادر تا آرام شوید. پسرها باشند می روند در یک کوچه تنها با مشکلات خود را آرام می سازند. باید پسر باشی. باید پسر باشی تا بفهمی پول گرفتن از پدر چقدر سخت است. باید پسر باشی تا بفهمی دور بودن از مادر و پدر چقدر سخت است. باید پسر باشی تا بفهمی 2 سال تنها در غربت سربازی کردن چقدر سخت است. باید پسر باشی تا بفهمی پیدا کردن شغل خوب چقدر سخت است. باید پسر باشی تا بفهمی دور بودن از زن و فرزند چقدر سخت است. باید پسر باشی تا بفهمی از دست دادن عشقت چقدر سخت است. واقعا زندگی برای پسران از ما دیده مشکل و دشوارتر است. پس با پسرانم حق بده.